یه حالتیه که میخواد کنترل کنه، انگار منطقه رو در کنترل خودش داشته باشه، که توی این فعالیت هایی که داشته عراق و سوریه خب بیشتر از همه این خودش رو نشون داده، مخصوصا بعد از سقوط صدام در سال 2003 وقتی که نیروهای امریکایی وارد عراق شدن. این فرصت مناسبی بود که جمهوری اسلامی احساس کرد که الان زمانش هستش که با تشکیل و تقویت گروه‌های مسلح شیعه مثل کتایب حزب الله، اصایب اهل حق، سازمان بدر، النجبا، سعی داشت کنترل اون منطقه یا از لحاظ ساختار سیاسی امنیتی را توی عراق به عهده بگیره یا سازماندهی بکنه. این گروه هایی که توی قسمت های عراق یا بیشتر هم تو قسمت های شیعه نشین عراق بود، مستقیما تحت آموزش و پشتیبانی سپاه پاسداران، به ویژه شاخه برون مرزی سپاه پاسداران که موضوع کلن بحث کتاب واحد 400 هم هستش، نیروی قدس هستش. ایران البته غیر از حالا عراق، ایران از نیروی سپاه قدس برای سرکوبی مخالفانش همیشه استفاده کرده. همه ما میدونیم که یکی از مخالفان واقعی و کسایی که مبارزه مسلحانه رو باور داشتن گروه سازمان مجاهدین خلق بودن که جمهوری اسلامی بارها سعی کرده به محل زندگی این گروه حمله ببره و خب خیلی کشتارهای زیادی هم از اینا انجام داده. ولی تو بعد از اینکه صدام سقوط کرد و دولت موقت عراق که تو اون زمان که صدام سقوط کرد، یعنی قبول کرد که این گروه توی قبل از سقوط قبول کرد که اینا توی عراق ساکن بشن، اینا تو استان دیاله بودن که اونجا یک کمپی بود که اینا اونجا زندگی میکردن. ولی بعد از 2003 که عراق اشغال شد توسط آمریکایی‌ها اومدن تضمین کردن که اینا امنیت یا حفاظت این نیروهای یا اون گروه مجاهدین را به عهده میگیرن. ولی تو همین زمان هم خب چه جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتیش، البته با کمک خود نیروهای امنیتی عراق، حمله های متعددی را به کمپ اشرف انجام دادن که معروفترین اونا در سال 2009 و 2011 بود که شبه نظامیان به کمپ حمله کردن و 10 نفر از اعضای مجاهدین رو کشتن. ولی در بین اینا میشه گفت که وحشتناکترین و خونین‌بارترینشون در اول سپتامبر 2013 یا 10 شهریور سال 92 بود که تقریبا یه چیزی حدود 100 نفر از این اعضای گروه توی اون، یعنی اینا بعد اینکه جابجا شده بودن تخلیه کرده بودن، 100 نفر مونده بودن که تو کمپ مونده بودن که اون وسایل هایی که متعلق به این گروه هستش بخوام بفروشن یا جمع آوری بکنن. تو همین شرایط نیروهای حزب الله وابسته به سپاه قدس با یه سری سلاح سنگین و سبک به این گروه به کمپ حمله میبرن که 52 نفر رو میکشن. تا اونجا که روایت شده و عکساش موجود هستش، خیلی از اونایی که کشته شده بودن اینا با تیر خلاص یا حتی خیلی هاشون با دست بسته روی زمین دراز کشیدن که حتی من عکساشو توی همین کتاب واحد 400 گذاشتم که اینا حتی دست بسته هستن، یعنی اینا رو اول دستگیرشون کرده بودن، مثلا یه جای نگه داشته بودن، بعد بهشون تیر خلاص زده بودن. و توی این قسمت از واحد 400 به طور مفصل در مورد نیروهای نیابتی در عراق، مخصوصا اونایی که به کمپ اشرف حمله کردن و تعداد زیادی را کشتن بررسی میکنیم. آقای زمانی یا آقای قرداغی اگه صحبتی دارید بفرمایید.
با سلام به شما و دیگر دوستان. من یه صحبت کوچیکی داشتم در این مورد. شما فهمیدید که 64 گروه مختلف را اینا تجهیز کردن و مسلح کردن. واقعا این خرجی که این پولی که اینها خرج کردن در این زمینه و این گروه ها را تجهیز کردن که بعضی هاشون 2000 بعضی ها 4000 بعضی ها 12-13,000 نیروی مسلح را اینا به حساب هم سلاح بهشون رو تامین کردن، هم حقوق ماهونه برای اینا تعیین کردن. هیچ نتیجه ای هم نداشت. می‌بینیم که در یک پروسه خیلی کوتاه هم حزب الله لبنان از بین رفت، هم حماس را به اضافه 50-60 هزار مردم غزه نابود شدن و هم گروه های دیگه شون اصلا کامل، همین آخرین گروهشون هم گروه حوثی‌هاست که فعلا داره بیچاره شدیداً بمباران میشن و عراق هم که نخست وزیرش اعلام کرد اینها جزئی از ارتش ادغام میشن در ارتش. یعنی سالها پول کشور رو خرج هیچی کرده. بازده اینا چی بوده براشون؟ هیچ. اگر یک کشوری مثل آمریکا میاد ناوش رو میفرسته تو خلیج فارس، خب این دنبال اینه که تأمین کنه منافع کشورش داد. اگر نیابتی درست میکنه، اگر دخالت میکنه در کشورهای دیگه، یه چیزی میخواد ببره. اینا میان لیبی را نیروهای نیابتی درش درست میکنن. الان لیبی به 3 قسمت تقسیم شد برای اینکه نفتش غارت کنن، طلاهاش غارت کردن بردن. ما برای چی این همه خرج کردیم و میکنیم؟ یعنی آخوند ما که عرض میکنم، منظور دولت جمهوری اسلامیه. اینها برای چی؟ برای شیعه گستری. حالا یه سری آدم بدبخت در عراق یا در نمیدونم سوریه یا فلان شیعه بشن چه خاصیتی داره؟ اینها من شنیدم خیلی از جاها زمین‌ها را خریدن یا به زور تصاحب کردن. در سوریه بافت جامعه را عوض کرده، یعنی کوچ دادن یه دست شیعیان را به یه مناطقی که اون مناطق را کامل در اختیار شیعیان باشه، یه سنی‌ها را کم کنن. الان که دیگه نه دنیا صدر اسلامی که حالا شیعش زیاد باشه نیروش یا سنی زیاد باشه چه فرقی میکنه؟ این واقعا باعث تأسفه. من فقط همین رو میخواستم بگم که این همه پولی که اینها خرج میکنن، اینها همین نتایج حکومت‌های استبدادیه. یه حکومتیه که هیچ پایگاه مردمی نداره و یک نفر در اون حکومت تصمیم گیرنده است. یک گروهی کشور را میچاپن، منابع و منافع به خصوصی دارن، تمام منابع زیرزمینی و منابع دیگر در اختیار آقایونه. اونطوری که سلیقه اینهاست خرج میکنن. کشورم که رسوندن به این جایی که یک هرج و مرج شد، خودشون میزنن در میرن. اون رژیم بلند میشدن میرفتن آمریکا، میلیاردها در اختیار میرفتن آمریکا. این رژیم بلند میشن میرن کانادا، مردم میمونن و این مشکلاتی که باقی میمونه براشون. من صحبتی ندارم. ممنون، مرسی. آقای قرداوی شما صحبتی دارید؟ آقای بابک شما صحبت دارید اگه بفهمید. من فقط سلام خدمت خودتون آقا تمورس و همه دوستانی که در سیجن، همینطور دوستانی که در آدینس هستن. نه اولی خانم، ما گوش میدیم، استاد اینجا هستش، اگر موقع چیزی هم لازم شد ما اضافه میکنیم. مرسی، شنوردم. خواهش میکنم. مرسی. پس میریم که یه قسمت دیگه از کتاب رو بشنویم. ممنون از دوستانی که در اودینس هستن و ما رو همراهی میکنن.
واحد 400 ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، جلد دوم. نویسنده حوریه قرداغی، گویش نسیم. تهیه شده در